اصلا ببینه که اگر به شرط همین دو امام باشه، در علم برابر باشن، در قرائت برابر باشن، اگر یک نفرش زندار باشه و یک نفرش بیزن، زندار پیش می‌روه. همین زن گرفتن اصلا این نشانه ورع حساب میخوره، نشانه پرهیزگاری و تازگی حساب میخوره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرده صراحتاً که شرارکم عذابکم، بدترین شما بیزنای شما هستند. رحمت. ماشاءالله. انا همین گفتم شرارکم عذابکم، بدترین شما بیزنای شما هستند. رحمت. یکی از صحابه‌های بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم، الحمدلله میبینم که شما مردم با صحابه آشنایی داره. در وقتی که فرزند نامش حذیفه میمونی، نام حذیفه را متاسفانه نه همه مسلمانای این دیار میدونن. همین دلالت به اون میکنه که الحمدلله محبت صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دیار خیلی شایع است. اما حضرت معاذ ابن جبل هم یکی از صحابه بزرگ پیغمبر است. معاذ ابن جبل حتی میگفتن که اعلم الصحابه بالحلال والحرام، عالم ترین صحابه ها در موضوع حلال و حرام همه حضرت معاذ ابن جبل بود است. امین امت شم گفتگیان. حضرت در شام بود، دو زن داشته است. یک وبای اومد در شام با نام وبای امواس. این همین وبا مثل همه کسالای کرونا خاک بالایی که اومدن خیلی مردای خوب صالح دنیا رفتن، همون وبا هم اومد، بسیار وبای بیزیب. در همین وبا هر دو زنش از دنیا گذشتن. خودش هم بیمار شده است، بیمار دیگه بستری است، جنبیده نمیتونه ایجوش. وصیت کرد، گفت زنم بتین. گفتن آقا حضرت زن چیکار میکنی؟ تو دیگه حرکت کردن نمیتونی. گفت من از زبان پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت شرارکم عذابکم، بدترین شما بیزنای شما هستند. من او زن به خاطر آغوش دیگه نمیگم که ما دیگه سفر نزدیک شده است، لیکن من میخوام که زندار ای دنیا برم، بیزن نرم. امروز بعضی بچه‌ها را نصیحت میکنه که ای بچه جان، خیر مادرت خدا رحمتش کنه مرد، همون مسافری پدر از زن نمیتی، خطا کو قچاقی گر میفورد، خطا میفورد که یک زنک در پهلوت باشه قدیش 4 تا فش کنی، او همون مسافری پدر را نمیخری از زنش بتی. ای دیگه زن چیکار میکنه؟ ای 70 80 رفته زن چیکار میکنه؟ ای خونه آباد برای همون آدمی که 70 80 رفته است، به خدا قسم زن مهمتره. از جوان دیده برای اونا را زن مهمتر و لازمتره. بعد این زن گرفتن فقط برای آغوش گرفتن نیست اخی. در بعضی مسائلی هست که مرد فقط میتونه در نزد زن خودش بگه. او مسئله را به فرزندت گفته نمیشود، به کلنت گفته نمیشود. اگر زن که در پهلوی مرد نباشه در این لحظه چیکار کنه این مردی بیچاره؟ برای همین این محفل نکاح و معرکه نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم به واسطه به خودش نسبت داده است. خشا به حال رحمت بک برادر ما که محبت هم ببینه، خدا شاهده. همین برای یک چند مرتبه زنگ زد که همین مقصد که معرکه دوره بیا. اوخی گفتم دولت من خاصتا همین روز گفت اوخی امروز روز شنبه ای، روز وزنین ای، بر وقت مردم وعده کردگیم سحر معرکه نشین. گفت همین بیا ای ماشینت نفرو، همین پیش دروازه خونه بیا، شعبچه را یک دعا بته با میندار ما قبول داریم. گفتیم می بگردونه و فردا روز قیامت همراه محباش حشرش بسازد. همین بزرگترین توشه و دستاویزی که همراهمون میبریم همین محبت است. محبت خدا، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت صحابه بزرگ حضرت صلی الله علیه و سلم، محبت علما که وارثای پیغمبرها هستند. اینجا شیشته مسئله محبت گوی معلم هم نه، بسیار شیرین خشنود. بعضی آرزو میکردن که فلان آدم ببینیم، فلان آدم ببینیم، خداوند با آرزوهاش رسوند. این دنیا را دیدنش چی است؟ که یه لحظه میبینی و با هر کسی پشت کاری خودش میروه. دعا کنیم که فردا روز قیامت قد همون بزرگاه هم نشین باشه و کسایی که انشالله محبت دارن هیچ جای شک شبهه نیست که هم نشین میشوند. حضرت شب در حجره مادرمان بی عایشه رضی الله تعالی عنها بود. نیمی شب کسی در کوفت، میگه اومد در باز کرد که ثوبان مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاده است. بعد گفت یا ثوبان خواب نداری؟ چی در داری؟ این نیمی شب اومده؟
بعد گفت یا رسول الله والله لانت احب الی من نفسی. ای حبیبی الله، گفت به خدا قسم ای جانم بیشتر دوستت میدارم. و احب الی من اهلی و احب الی من ولدی. من از همین اهل خاندانم تو را زیادتر دوست میدارم. هم یک پسرک داشته است، من هم پسر یکه و یگانم یا رسول الله تو را بیشتر از زیادتر دوست میدارم. و اینی لاکون فی البیت فاذکرک فلا اصبر حتی آتیک فانظر الیک. در خانه نشسته بودم، ناخواست به یاد چهره زیبایت غلطیدم، بیقرار و بی‌طاقت شدم. اینا آمدم در تکفتم، ای در برو اومدی قطیت صحبت دارم تا اینکه یک تسکین قلبی بیام و بعد برم خوابم برای آرام و براحت. در این دنیا خداوند برام امکانیت داده است، میگه هر وقت میخواهیم میایم زیارتت میکنیم، میایم قطیت صحبت میکنیم. و اذا ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنه رفعت مع النبیین. میگه وقتی که ساعت مرگ در یادم میآید، بنده میرنده است، پیغمبران را میرنده هستند، ملائکه های خدا وقتی میمرند، اخبار دیگر چه جای گپ است؟ این مرگ حقه. همون ساعت مرگ به یادم میآید، من انیق میدانم که یا رسول الله تو وقتی که از دنیا رفتی تو در علیت العلیین، در زیر عرش پروردگار قرار میگیری همراه پیغمبران. و اذا دخلت الجنه خشیت الا اراک. اما من اگر خداوند نصیب من بگردونه داخل جنت هم بشم، میترسم که در یگان درجه خیلی پایانتر قرار میگیرم، تو را نمیبینم، از دیدارت محروم میشم. قسم به الله گفت در اون صورت همون جنت برای من گوارا نمیشود. جنت مرا به روی تو هم دوزخ است و هم عدو، من سوختم زیر رنگ بو کفر ایوانی بقا. میگه حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب این سوختدل یگان چیز نگفت. چی هم گفته میشه واقعی؟ تا اینکه خداوند متعال آیه قرآن براش نازل کرد، بشارت داد به همه سوختدلا و به همه محبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. حضرت خداوندی بشارت داد که کسی اطاعت خدا و پیغمبرم میکنه، کسی محبت داره، انشالله خدای تعالی فردا روز قیامت همراه پیغمبرا، همراه صدیقها، همراه شهدا، همراه صالحین حشرشان میگردونه. عجب هم صحبت های خوب هستند. این بزرگایی که خداوند در ضمن آیت نامشون آورد همه در انشالله در فردوس اعلی هستند. ما هم که مادام صحابه های پیغمبر را دوست میداریم، حضرت از جان بیشتر دوست میداریم، علما را همچون وارث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست میداریم، احترام میکنیم، انشالله یقین است که همراه محبوب و خداوند حشر رو میگردونه. محبوب ما انشالله در فردوس اعلی هستند، بلندترین درجه جنت. حضرت امتاش تاکید کرده است که همتون پس نگیره. اذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس. وقتی از خدا طلب جنت میکنه، الان طلب فردوس کنه. فردوس ای مکانی من گفت. وای به حال او امت محمد صلی الله علیه و سلم که آرزوی فردا روز قیامت همنشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نداشته باشه. انشالله اشاره رحمت با که ما هم از زمره هم محبای هسته که ایرا ببین شاو میگه دعا کردم که خدایا مقصد که همین موفق بگردون که بیاین عزیزا در خاندان دعا کنم. دعا میکنیم پروردگار از جمعی بلا و گزند و حفظش کنه، توی فرزندش مبارک بگردونه و اکبر جان ما را صاحب فرزندای خوب صالح صالحه و ایشان رحمت بگه، صاحب نبیرهای قابل عالم قاری بگردونه و به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله عزوجلال فیض و برکات و خیرات و حسنات شه در این خاندان و در این محله و در این دیار و در این سرزمین نازل بسازد. آمین یا رب العالمین.